کتاب دانیال باب 8 و همینطور که وقتی که باب 7 رو میخوندیم باب 7 و 8 از لحاظ تاریخی باید قبل از باب 5 قرار بگیره، چون در زمان حکومت بلشسر این خوابها و رویاها رو دانیال دید. ولی خب الان باب 8 در باب 8 اومده و دقیقاً با دانیال به دو قسمت کتابش تقسیم شده که از فصل 6 به بعد، یعنی 7 به بعد، نبوتی هست و قبلش تاریخی هست. و همینطوری که با هم باب 8 رو از روش مطالعه کردیم که و خوندیم، از آیه 1 تا 15 در مورد رویای دانیال صحبت میکنه که این رویا رو در منطقه شوش در ایران میبینه که در اون زمان تحت تسلط بابل بوده. و این رویایی که دانیال میبینه از آیه 15 تا 27 تعبیر این رویا برای دانیال هست. پس خود کلام این رو برای ما تعبیرش کرده، پس ما از روش میخونیم و با هم دیگه جلو میریم. اتفاقاتی که در خواب دانیال دید و این رویایی که دانیال داره میبینه یک جزئیات بیشتری رو خدا داره در مورد اتفاقات پیش رو به دانیال نشون میده. زمانی که این رویا رو دانیال میبینه هنوز ایلام، هنوز ماد و پارس، کوروش و داریوش قدرت نگرفتن، به بابل نیومدن، بابل رو نگرفتن، حمله نکردن و هنوز این اتفاقات نیفتاده و اینا رو داره خدا از طریق رویا به دانیال نشون میده. همینطور امپراتوری هایی که بعد از اونها میان تا به آخر که چه اتفاقاتی میفته، که مرد خدا از اتفاقات و از زمانهای خودش آگاه باشه و خدا میخواد دنبال کسی میگرده که قلب خودش رو برای اون باز بکنه، کسی که با اون راه بره، کسی با اون حرکت بکنه، کسی که کنجکاو باشه نسبت به زندگی انسان ها، نسبت به آینده انسان ها، نسبت به آینده قومش و هر چیزی که در روبرو هست. اصولاً کسی که به دیگران بیشتر از خودش فکر میکنه اون قلب الهی داره، اون فکر الهی داره، یعنی در دلش این فکر رو تثبیت کرده. چون فکر عیسی مسیح این بود که دیگران رو که ما بودیم بر خودش مقدم دونست و این قلب امروز درون ما هست و خدا میخواد فکر ما با این قلب جدید که خدا به ما داده، فکر الهی درون اون ثبت بشه، فکر ما عوض بشه و ما همینطور فکر بکنیم که خدا فکر میکنه و اونطوری خیلی راحت‌تر متوجه اهداف خدا میشیم، متوجه قلب خدا میشیم. اون موقع زمانی هست که ما راحت‌تر میتونیم با خدا همشونه بشیم، زمانی که از دایره خودمون خارج بشیم و به دیگران فکر بکنیم. و همونطور که دیدید خوندیم، رویایی که دانیال دید یه بز دید که یه قوچ دید که 2 شاخ داشت و به شمال و مغرب و مشرق شاخ میزد و این قوچ نشون دهنده حکومت پارس بود، ماد و پارس، کوروش و داریوش بود که قدرت میگیره، بابل رو میگیره و 3 جا رو تصور میکنه، همون خرسی که 3 تیکه گوشت دنده به دهنش بود و قدرت رو در دست خودش میگیره و میگه یک شاخ از اون شاخ بلندتر شد و این منظورش به کوروش هست که اقتدار کوروش از داریوش بالاتر رفت. و قوچ رو دیدم که اینو خوندیم، گفتم و حینی که متفکر می بودم اینک بز نری از طرف مغرب بر روی تمام زمین می آمد و زمین را لمس نمی کرد و این بز میگه که اینقدر سریع حرکت می کرد که انگار پاهاش روی زمین نبود و این داره در مورد امپراتوری اسکندر صحبت میکنه، که از یونان
بلند شد و اومد و میگه این بز اینقدر با سرعت تصرف کرد تمام مناطق رو که هیچ کس نمیتونست پاهای اون رو ببینه که چطوری حرکت میکنه برای تصرف کردن. و میگه او را دیدم چون نزد قوچ رسید با او به شدت غضبناک شد، قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست و قوچ را یارای مقاومت با اون نبود. و این امپراتوری بعدی که ماد و پارس باشه توسط اسکندر، این امپراتوری از بین میره، از بین رفته. که و بز نر بی نهایت بزرگ شد و چون قوی گشت آن شاخ بزرگ شکسته شد و در جایش 4 شاخ معتبر به سوی بادهای اربعه آسمان برآمد. و اسکندر توی یک مدت زمانی کوتاه همه جا رو تصرف کرد و در اوج قدرتش اسکندر 32 یا 33 سال سنش بود که میمیره و اون همه چیز رو فتح کرد و چیزی که میگه آیا جهان دیگه ای نیست که من بخوام اون رو فتح بکنم، ولی در سن جوانی این امپراتور میمیره و به جای اون 4 امپراتور بلند میشن. همونطور که توی باب قبلی خوندیم که اون یوزپلنگی که میدوید سرعتش زیاد بود ولی 4 تا بال روش داشت، نشونه از 4 تا امپراتوری داره که بعد از اون قدرت رو به دست میگیرن. و از یکی از آنها یک شاخ کوچک برآمد و به سمت جنوب مشرق و فخر زمینهای بسیار بزرگ شد. و یه دونه از اینها به اسم آنتونیو اپینفاس، اگه اسمش رو درست بگم، که این شرورترین حاکم، یعنی خیلی اون رو دجال عهد عتیق مینامن، که این حکومت رو به دست گرفت به سمت مناطقی که اسرائیل بود و این شخص شد حاکم اونجا و به ضد لشکر آسمان قوی شد و بعضی از لشکر آسمان و ستارگان را به زمین انداخت و پایمال نمود. و این شخص اینقدر شرور بود که بزرگان قوم و به ضد خدا بلند شد، معبد رو به اسارت خودش گرفت و اون الهه خودشون رو، مجسمه خودشون رو به درون معبد آورد و خون خوک رو به مذبح پاشید و معبد رو نجس کرد و به ضد سردار لشکر بزرگ شد و قربانی دائمی از او گرفته شد و مکان مقدس او منهدم گردید و کاری کرد که قربانی که روزانه یهودیان میدادند از اونها گرفته شد و منقطع شد و لشکری به ضد قربانی دائمی و به سبب عصیان قوم وی به وی داده شد و آن لشکر راستی را به زمین انداخت و او موافق رأی خود عمل نموده و کامیاب گردید. و توی آیه 12 به یه نکته اشاره میکنه که به واسطه گناه قوم اسرائیل، به واسطه بدون خدا راه رفتن قوم اسرائیل استاندارد خدا رو داشتن، کلام خدا رو داشتن، به معبد می رفتند، قربانی می دیدند، ولی از خدا کاملا دور و جدا بودند و به خاطر همین دوریشون و جداییشون حفاظت اونها و استتاری که باید زیر خداوند می داشتند روی اونها نبود. اونها به چه چیز استتار داشتن؟ به چه چیز خودشون رو می پوشوندن؟ به اینکه ما مقدس هستیم، ما جدا شده هستیم، خدا وظیفشه که از ما مراقبت بکنه. در زبانشون کاملا به خدا نزدیک بودن و در دلشون کاملا از خدا دور بودن. و وقتی که ما مزمور 91 رو میخونیم، توی مزمور 91 میگه آنکه در ستر
میگه که آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. شما اگر زیر یک چتر باشی امکان خیس شدنت وجود نداره، ولی زمانی خیس میشی که از زیر اون چتر بیرون میای. خیلی ها فکر میکنن به واسطه اعمال خودشون، قداست خودشون، مقدس بودن خودشون این چتر دائمی رو به خودشون دارن، ولی نمیدونن که باید با خدا باشن، در خدا باشن و زیر محافظت او باشن و از خدا هست که اونها مقدس و جدا میشن، نه از اعمال خودشون، نه از روش‌های خودشون، نه از راه‌های خودشون. برای همین کسی که زیر سایه ستر حضرت اعلی باشه محافظت خداوند با او هست، بر او هست و هیچ چیزی به او نمیتونه آسیبی برسونه. ولی زمانی که از زیر اون سایه خارج میشه دچار دردسر میشه. توی کتاب یونس فصل 2 آیه 8 میگه که آنانی که اباطیل دروغ را منظور می‌دارند احسانهای خیش را ترک می‌نمایند. کسانی که به چیزهای غیر خدایی توجه می‌کنند از خدا ناخودآگاه فاصله می‌گیرند. این اتفاق توی مسیحیت هم هست. یک خود عدالتی هست که اشخاص بر اساس عدالت خودشون جلو میرن و بر اساس عدالت خودشون و مقایسه خودشون با دیگران و بهتر دونستن خودشون از دیگران خودشون رو جدا میدونن، خودشون رو برتر میدونن، خودشون رو شایسته در میدونن که این یک چیز کاملا مرموز هست که ناخواسته وارد زندگی یک مسیحی میشه، وارد یک زندگی ایماندار میشه، وارد زندگی یک شخصی میشه که از خانواده الهی هست، چون فکر میکنه بر اساس خاصیتی که خودش داشته یا کارهایی که خودش انجام داده یا خوبی‌هایی که فکر میکنه داشته و بر اساس اون مقدس شده و جدا شده، توکلش رو کاملا بر روی اونها میذاره و برای همین خودش رو شروع میکنه به جدا کردن و همینطور خودش رو از زیر سایه خدا بیرون میاره. و اینجور اشخاص بیشتر کسانی هستند که بر پایه ایمان شخصی خودشون رفتار میکنن و زندگی میکنن و با فیض زیاد رابطه ندارن. همونطور که میدونیم بین فیض و ایمان باید یک تعادلی باشه، یعنی اون چیزی رو که از طریق فیض برای ما از قبل تهیه دیده شده ما از طریق ایمان اون رو برداشت میکنیم و استفاده میکنیم بر اساس کار تموم شده عیسی، ولی خیلیا بر اساس کار تموم شده خودشون یا فکر میکنن که خاصیتی که خودشون داشتن خودشون رو از زیر فیض بیرون میارن و سعی میکنن با ایمان شخصی خودشون حرکت بکنن و جلو برن. بذارین یه آیه دیگه هم بخونیم توی کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 2 میگه که زیرا که به ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، لکن کلامی که شنیدند به دیشان نفع نبخشید، از این رو که با شنوندگان به ایمان متحد نشدند. شنیدن این کلام بدون ایمان هیچ فایده‌ای نداره. اعلام این کلام بدون ایمان هیچ فایده‌ای نداره. ایمان یک اسمه و
باور کردن یک فعله. ما اسممون ایماندار هست، ما ایمان داریم، ما این اسم رو داریم، ولی اون فعل باور کردن باید با یک مؤمن و با یک مسیحی همراه باشه و در تعادلی که بین فیض و ایمان هست حرکت بکنه و این تعادل رو به هم نزنه، چون خیلیا تعادل رو به هم میزنن و تمام توکل رو میذارن روی فیض و میگن هر چه پیش آید خوش آید، هر اتفاقی که افتاد خدا خواسته و اینها همه چی رو میگن فیض خداست، ما این رو قبول میکنیم. اگر سختی هست، اگر مریضی هست، اگر فقر هست، اگر هزار تا چیزی هست که توی زندگی باهاشون روبرو میشن، میگن که فیض خدا این رو برای ما برطرف میکنه و حاضر نیستن هیچ قدمی بردارن. ما میدونیم وقتی که ایمان میاریم یک عمل باید پشتش باشه و برای همین خیلی وقتا ایماندارا از عمل کردن تفره میرن و صبر میکنن و دعا میکنن و منتظر خدا میمونن. میگن ما منتظریم که خدا عمل بکنه، ولی در اصل خداست که منتظر اونهاست که اونها راه برن، که اونها حرکت بکنن، که اونها با ایمان جلو بیان و این کلام با ایمان شنیده میشه و با ایمان به حرکت در میاد و زمانی که این فعل انجام بشه تمام چیزها سر جاش قرار میگیره. همه چیز به صورت اتوماتیک توی زندگی ما مرتب نخواهد شد. وقتی که ما خدا و عدالت او رو و ملکوت او رو در نظر میگیریم همه چیز سر جای خودش اتوماتیک مرتب میشه. وقتی که ما کلام خدا رو میپذیریم و اون رو بالاترین نقطه توی زندگیمون قرار میدیم، اون زمانی هست که ما داریم زیر سایه ستر قادر مطلق ساکن میشیم، میمونیم. یعنی اونجا رو جایی برای زندگی دائمیمون انتخاب میکنیم، نه یک جای اجاره‌ای، نه یک جای موقتی که مثلا هفته یک بار ازش دیدن بکنیم، جایی که تماماً در اون ساکن میشیم، در اون میمونیم. و وقتی که زیر سایه خدا ساکن بشیم، اون زمانی هست که ما به عدالت عیسی فقط نگاه میکنیم، به کار تموم شده عیسی نگاه میکنیم. اون زمانی هست که کلام هیچ انسانی، حتی بدن ما، حتی زندگی ما، هر چیزی که درش رو هستیم، اون کلام صداش بلندتر از صدای خدا در زندگی ما نخواهد بود. و اون زمانی هست که ما زیر سایه ستر حضرت اعلی ساکن میشیم و اونجا رو جایی برای سکونت خودمون انتخاب میکنیم. و قوم بنی اسرائیل به خاطر عصیان خودشون و به خاطر گناه خودشون اجازه دادن که این مرد شرور بیاد و بر اونها سلطنت بکنه. این کلمه اجازه دادن، خدا اجازه داده، خدا خواسته که این اتفاق بیفته، این مخصوص کسانی است که فقط دعا میکنن و فقط منتظر میمونن و حاضر نیستن هیچ حرکتی بکنن. اینها هستن که هر بدی که توی زندگیشون اتفاق میفته میگن خدا اجازه داده این در زندگی ما اتفاق بیفته. خدا از طریق کلامش، از طریق روحش نمیخواد ما توی دردسر بیفتیم، ما زیر هیچ اقتداری، زیر هیچ شرارتی، زیر هیچ مشکلی قرار بگیریم. اگر در زندگیمون در هر مشکلی، در هر چیز غم انگیزی قرار میگیریم، خدا از
نمیخواد از اون استفاده بکنه تا به ما یاد بده. این روش دنیاست، روش خدا نیست. تجربه کردن روش دنیاست. روش خدا مکاشفه روزانه است، نور روزانه است. خدا با تجربه های گذشته ما، با مکاشفه های گذشته ما با ما راه نمیاد. خدا با مکاشفه روزانه با ما قدم میزنه. اون نور رو، کلام خودش رو هر روز جلوی قدم من روشن میکنه تا من قدم رو توی جای اشتباه نذارم، جای پست نذارم. و خدا میخواد که من توی این زندگیم بالا باشم، سر باشم، دم نباشم. این چیزی هست که توی کلامش میگه. ولی اگر امروز توی زندگیمون داریم این رو میبینیم به چشم خودمون که ما سر نیستیم و دم هستیم، باید این سوال رو از خودمون بکنیم، نه از خدا. مسئله ما اینه که همیشه خدا رو مقصر میدونیم. مقصر دونستن خدا کاریه که دین و مذهب به ما یاد داده، به انسانها یاد داده که خدا پشت همه چیزهای غم‌انگیز خداست و خدا اینها رو به وجود میاره، خدا از بینشون میبره، چون میخواد همه ما رو به این وسیله تنبیه و تربیت بکنه و جلو ببره. و اگر خدا راه و روشش این بود که از طریق تنبیه و تربیت همه رو جلو ببره، هیچ کس نباید الان روی زمین زنده میموند، هیچ کس نباید باقی میموند. و خدا نمیتونه از 2 منبع تغذیه بشه، از 2 منبع ازش بیرون بیاد. توی کتاب یعقوب میگه از زبان شما نمیشه هم شیرینی بیاد هم شوری بیاد. خدا نمیشه هم بدی ازش بیاد هم نیکویی ازش بیرون بیاد. خدا کاملا نیکویی ازش بیرون میاد، خدا کاملا برکت ازش بیرون میاد و بدی از شریر هست، از شیطان هست. و تمام چیزهای بد که مرگ رو توی زندگی حمل میکنه و جلو میاره از شیطان و شریر هست. و تمام چیزهایی که حیات رو با خودش حمل میکنه از خدا هست. و امروز ما باید حیات رو هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر تحصیل بکنیم. بذارین یه آیه بخونم براتون، جایی که عیسی مسیح توی یوحنا فصل 10 آیه 10 میگه، بخونیم با هم دیگه. میگه که دزد نمی آید مگر آنکه بدزدد، بکشد و هلاک کند. پس کار دزد دزدیدن، کشتن و هلاک کردنه. دزد با خودش مرگ و نابودی و نیستی رو میاره و هر چیزی که روی این زمین هست و اینها درش وجود داره از دزده، از شریره. عیسی مسیح میگه من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. ما نجات پیدا میکنیم، ما تولد تازه پیدا میکنیم، ولی هر روزه باید بیشتر و بیشتر اون رو تحصیل بکنیم، اون رو داشته باشیم، در اون زندگی بکنیم. و چیزی که در زندگی ما حیات رو به دنبال خودش داره، اون از خدا هست. منبع خدا حیات، منبع شیطان مرگه. منبع خدا سلامتی، عدالت، منبع شیطان نیستی و نابودی هست. و ما نمیتونیم توی زندگیمون خدا رو نسبت بدیم به چیزهایی که از نیستی میاد، به چیزهایی که از دزد میاد. نمیشه این دوتا رو با هم قاطی کرد و بگیم خدا اجازه میده که این اتفاق توی زندگی من بیفته. نه، خدا اجازه نمیده. عصیان قوم این اجازه رو
داد که این حاکم شرور بر اونها مسلط بشه. تکیه خودشون بر خودشون باعث شد تا کس دیگه‌ای بر اونها مسلط بشه. همونطوری که گفتم یک مسیحی که بر اساس عدالت خودش زندگی میکنه و خودش رو شایسته میدونه، بر اساس خودش دروغ برش مسلط میشه و ناخودآگاه از زیر سایه ستر خدا بیرون میاد. با ایمان خودش حرکت میکنه، با ایمان خودش جلو میره و منتظر میمونه و همیشه منتظره و با کلام خدا و با اون چیزی که خدا گفته و اون چیزی که در فیضش تهیه دیده با اون یکی نمیشه، با اون حرکت نمیکنه و شروع میکنه یواش یواش از اون فاصله گرفتن و بر خودش تمرکز کردن و اون موقع چیزهایی شروع میکنه برش مسلط شدن و بعد میگه خدا اجازه داد این اتفاق تو زندگی من بیفته تا از این طریق من یاد بگیرم که بر عدالت خودم مسلط نشه. خدا از طریق بدی ما رو آزمایش نمیکنه. معلم ما کلام خداست و روح القدسه. معلم ما هیچ بدی نیست، هیچ غمی نیست، هیچ دردسری نیست، هیچ مشکلی نیست. خود من بر اساس اشتباهی که توی زندگیم کردم توی دردسر افتادم و بارها و بارها بر اساس عدالت شخصی خودم مقابل خدا قرار گرفتم و از او پرسیدم چرا من که چنین بودم، من که چنان بودم، من که چنان کردم، چرا؟ تمام تمرکزم روی خودم بود و تمرکزی روی کار تموم شده عیسی نداشتم. اصلا کاری به خدا نداشتم، نمیخواستم خدا کاری برای من بکنه، میخواستم بر اساس خوبی خودم مشکلم حل بشه و این طول کشید تا من اینو بفهمم، زمان برد تا من اینو بفهمم. ولی خدا این رو گذاشت تا من این درس رو بگیرم؟ نه، عصیان خودم بود، خود عدالتی خودم بود، بی توجهیم به کلمه خدا بود و توجه هم بر کلمه خودم بود، بر عدالت شخصی خودم بود. و تا زمانی که ما جامون رو عوض نکنیم همیشه جای اشتباه هستیم و زمانی که جای اشتباه هستیم در حال خیس شدنیم. جای درست زیر سایه ستر حضرت اعلی است و تمرکز بر اونه، توکل بر اونه و به اون اعتماد داشتن و به اون اطمینان داشتن و تمام صداها رو پایین آوردن و قطع کردن و فقط به صدای اون گوش دادن و از اون هدایت گرفتنه. آمین. خب ادامه و اینجا این اتفاق میفته و تعداد روزهاش هم میگه که 2300 شام دقیقاً بهش میگه چه نزدیک 3.5 سال این قربانی رو موقوف میکنه. دقیقاً این اتفاقات است که در زمان آخر میفته و این توی عهد عتیق این اتفاق افتاد برای قوم یهود. و میگه چون من دانیال رویا رو دیدم و معنی آن را طلبیدم، ناگاه شبیه مردی نزد من بایستاد و آواز آدمی را از میان نهر اولای شنیدم که ندا کرده میگفت ای جبرئیل، این مرد را از معنی این رویا مطلع ساز. یه مردی میدید که اون مرد جبرئیل بوده ولی از یه مرد و یه انسان بالاتر بوده و فرشته خدا بوده که ازش میخواد که معنی این رویا رو بهش بگه. خیلی جالبه. خیلی وقتا ما خیلی چیزا میخونیم تو کلام خدا، خیلی وقتا خیلی رویاها میبینیم، خوابا میبینیم، همیشه دنبال مفسریم، بگیم فلانی خواب خوب تعبیر میکنه، تو نظرت چیه؟ فلانی نظرت چیه؟ ولی دانیال خوابش رو برای کسی تعریف نمیکرد.
و تو خود خواب از خدا سوال میکنه که معنی خوابم رو به من بگو. و بهتره برای معنی کلام خدا، معنی اون چیزی که خدا به ما میگه و برای ما دشواره، از خودش سوال بکنیم. اون معنیش رو به ما میگه، اون رو ما رو مطلع میکنه. تمام دل خدا و تمام قلب خدا اینه که سر خودش و قلب خودش رو برای مؤمنین خودش باز بکنه و مکاشفه بکنه. خدا دنبال اون کسی میگرده که بخواد این رو بفهمه، بخواد این رو بدونه. ولی متاسفانه اکثریت نگاهشون به جلو نیست، نگاهشون به همین زمانی که درش هستن، به زندگی محدوده خودشون هست، محدوده شخصی خودشون هست. ولی وقتی که سر میاد بالا، وقتی که رویا بالاتر میره و چشم دورتر رو میبینه و دورترها رو میخواد ببینه و شخص به خودش بلکه به دیگران فکر میکنه، خدا میخواد که قلب خودش رو برای اونها باز بکنه تا اونها بدونن در آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خدا این کار رو توی عهد عتیق با دانیال کرد، با انبیای خودش کرد، رازهای خودش، سرهای خودش رو به اونها میگفت، به ابراهیم نشون داد، ابراهیم رو دوست خودش خوند و برای قربانی کردن پسر خودش همون تراژدی رو، همون داستانی که باید اتفاق میفته رو توی زندگی ابراهیم ازش خواست که انجام بده. برای چی ابراهیم شد مرد ایمان؟ برای چی ابراهیم شد پدر ایمان؟ ابراهیم یک صدا داشت. ابراهیم انجیل نداشت دستش، کتاب مقدس تو دستش نداشت. صدایی شنید که اون رو دعوت کرد و اون به دعوت جواب داد. صدایی شنید که بهش گفت پسر خودت رو برای من قربانی کن. ابراهیم ننشست خدا رو توجیه بکنه، براش استدلال بیاره که تو چطور خدایی هستی که این مردم خدا نشناس بچهای خودشون رو آتیش میذارن قربانی میکنن. میگه میشه تو همچی چیزی بخوای؟ نشست باش بحث نکرد. ابراهیم فقط یه فکر تو سرش بود که با همین بچه برمیگرده، چون قبلش خدا بهش گفت بود وعده من روی این بچه است، نسل تو رو از طریق این برکت میدم، نسل تو مثل ستاره های آسمان، مثل ریگ های روی زمین، مثل غبار توی هوا خواهد شد. خدا به ابراهیم وعده داد که هم از لحاظ جسمانی هم از لحاظ روحانی برکت بسیاری خواهد داشت. این میدونست که این خدا حرف خودش رو عوض نمیکنه. اعتماد کرد، اعتماد داشت، اعتماد کامل داشت و برای همین اون چیزی رو که خواست انجام داد و تا پای اون که چاقو رو و گردن اسحاق هم بیاره پایین آورد. جالبه اصلا ابراهیم قبل از اینکه اسحاق رو برای قربانی ببره با ساره در موردش صحبت نکرد، چون امکان داشت ساره منصرفش بکنه از این داستان، چون ساره بعد از 100 سال بچه داشت بود، میگه بیام بچه من بخوام برم بکشم. با هیچ کس صحبت نکرد، هیچ کس نمیدونست میخواد چیکار بکنه، حتی خود اسحاق هم نمیدونست. هیزمی که باید روش سوخته میشد رو کول خود قربانی بود. واو. ابراهیم بعد از 100 سال یه بچه داشت. البته یه بچه دیگه داشت، اون از راه عمل خودش بود، از راه خدا یه بچه داشت و حالا داشت اونو میبرد. و ابراهیم همه چیز رو صداش رو توی زندگیش کم کرد و فقط اعتماد کرد و ایمان آورد. از لحاظ گفتاری ساده است ولی از لحاظ عمل کردی سخته. چرا سخته؟ چون ما در دنیای فیزیکی زندگی میکنیم که بر 5 حس استواره و اعتماد کردن به چیزی که خارج از 5 حس هست و روحانی هست برای یک انسان در دنیای نفسانی سخته. و کسی که از دنیای نفسانیش به دنیای روحانی و مافوق و طبیعی قدم میذاره، اون کسی هست
که همیشه آماده پروازه و فقط کافی صدای بشنوه که بپر. اون نمیترسه، چون میدونه که بالاترین قدرت پشتیبانشه، نگهدارشه. و ما باید توی زندگیمون این رو داشته باشیم و بر این طریق زندگی بکنیم و بر این طریق راه بریم. آمین. خدا به همه شما برکت بده. چند تا آیه آخرش مونده که هفته بعد با هم دیگه میخونیمش. به نام عیسی مسیح دعا میکنم که تک تک ما شنوندگان کلام از روح خداوند باشیم و اجازه بدیم که روح القدس این کلام رو برای ما باز بکنه. تمام جاهایی که متوجه نمیشیم روی این کلام تعمق بکنیم و اجازه بدیم روح خدا این کلام رو عمیقاً برای ما مکاشفه بکنه و این بذری که خدا به ما میده اجازه ندیم دزد بدزده، اجازه ندیم خارها، فکرهای دنیا، مشکلات، سختیها اون رو خفش بکنن. اجازه ندیم زمین ما اون زمین سفت و سخت باشه. یعنی چی؟ یعنی از کلام خدا دور باشیم، نسبت به کلام خدا مقاومت داشته باشیم. اجازه ندیم این زمین مقابل اون دونه قرار بگیره، بلکه نوع چهارم زمین باشیم در مقابل کلام خدا، تا این کلام در دل ما ریشه بگیره و درخت تنومند بشه و میوه های اون پدر ما که در آسمونه و جلال بده. آمین. خدا به همتون برکت بده.